شبی تاریک پردهشت زمستان، پنجم و ششم فوریه سال 1911. کوهستانی سر به آسمان کشیده، مردم در خواب و ناگاه زمین لرزه سخت. پاره کلان کوه کنده شده پیش راه دریاچه مرغاب را میگیرد. کوه در راه خود قشلاق اوسای را با 105 نفر آدمان به کام خود میبرد. این چنین قشلاقی سرریز که 50 کیلومتر بالاتر در همین دره جایگیر بود تگیاب میماند. سلام تماشابینان شبکه یک را تخ تیجی، با شما من یوسف عزیزوف. امروز من به شما درباره یکی از کوههای جوانترین، زیباترین و خفناکترین در دنیا معلومات میدهم. سال 1932 بعد غلبه پوره رولوسیون سوسیالیستی و تشکیل جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان، کمیسریت خلقی سویت تاجیکستان قرار آیین معین نمودن سرحد و ترتیب دادن خریطه جمهوری در هیئت عالمان، گئولوگ‌ها و کارتوگراف‌ها یک اکسپدیسیون با نفوذ تشکیل نموده به پامیر روان کرده می شود. اکسپدیسیون تمام تابستان از سر تا آخر پامیر گشته خریطه نموده سرحد را معین می نمودند. با پامیر غربی که از یک طرف به خیتای از طرف دیگر به افغانستان هم سرحد بود می رسند. در وقت صحبت با اهالی محلی اعضایان اکسپدیسیون از آنها درباره کدام یک دهشتی که در آغوش آن کوهها خفته است که قوه بزرگ و خطری کلان را داراست بسیار می شنیدند، لیک تصور هم کرده نمی توانستند که در آغوش این کوههای سر به فلک کشیده می تواند کوله با این مقدار زیادی آب پناه برده تواند. با مشکلی های زیاد نگاه نکرده عالمان کار خود را دوام داده راه را به سوی بالا به دره برتنگ دوام می دهند. در خاطرات خود یکی از اشتراکچیان این اکسپدیسیون گئولوگ واسکوبوینیک می نویسد که ما در دره برتنگ با دشواری ها به بالا رفته ایستاده بودیم. از پیشمان ناگهان دیواری بزرگ با بلندی عظیم که راه این دره بزرگ را محکم میکرد برآمد که این بسیار حیرت آور بود. با معصیت یک جایه اعضایان اکسپدیسیون ما راه خود را برای گذشتن از این دیوار دوام دادیم. بعد قریب 2 روزه برآمدن با بلندی چیزی دیدیم که همه ما را به حیرت آورد که باور نکردنی بود. در روبروی ما یک کولی بزرگی با همه زیباییش جلوه میکرد که اهالی گرد اطراف او را سرریز نام میبردند. از طرف اکسپدیسیون مذکور فوراً به دوشنبه آیین پیدا نمودن این کل خبر داده می شود. در نوبت خود دوشنبه تحت عنوان مخصوصاً گریف مخفی به مسکو استنوگرام روان کرده می شود و همه معلومات ها آیین این کل مخفی اعلان کرده می شود. تا سال 1936 از حکومت آن وقته تاجیکستان دهها اکسپدیسیون با گریف مخفی با اشتراک آلمان، گئولوگ‌ها و کارتوگراف‌ها برای آموختن سیر کولی سرریز تشکیل کرده شد. آلمان و گئولوگ‌ها در این اکسپدیسیون‌ها درجه خفناکی کنده‌شوی کوه را آموخته به دوشنبه خبر می‌فرستانیدند. حکومت تاجیکستان در نوبت خود خطرناکی کنده‌شوی کوه را به نظر گرفته قرار قبول کرد که حتما در مهلت کمترین مردمی که در پایان این کوه زندگی می‌کردند به جایهای بیخف کوچانیده شوند. ولی نارامی و سر شدن جنگ دوم جهان سبب شد که این نقشه حکومت به اجرا ماند و آن سالها این موضع برای آمد و رفت موضع پوشیده قرار قبول کرده شد. سرریز در برابر این قدر زیبایی و جوانی به آدمیت خطر کلانی را همیشه تهدید میکند. چنانکه که در بالا قید کردیم این حادثه فاجعه آور را آلمان بعضی ها ماه مارت و بعضی ها شب 5 و 6 فوریه سال 1911 خبر میدهند. در تاریخ کل با فاجعه پیدا شده است. آن شب پردهشت خنک زمستان که مردم در خواب بودند ناگهان زمین سخت لرزید که کارشناسان قوه آن را به 9 بال با جدول ریختر بهاگذاری میکنند. در نتیجه این زمین لرزه پاره کوهی که تخمینا با 2 میلیون تن سنگ و شغل و خاکریزه پیش دریاچه مرغاب را در دره برتنگ گرفت. در حرکت خود این کوهپاره دهه اوسای را با 105 نفر اهالیش در زیر خود گور کرد و در تاریخ با نام اوسای اسکی زول نام خود را ثبت نمود. بعدی که پیش روی آب محکم شد آب با سرعت زیاد جمع شدن گرفت. دهه سرریز را که در مسافه 50 کیلومتر بالاتر در همین دره جایگیر بود زیر آب ماند و از اینجا مردم این کوه را با نام این دهه سرریز نامگذاری نمودند. کوه سرریز مسافه درازیش 70 کیلومتر، چقوری آبش 500 متر را تشکیل می‌دهد. غوصی دنبه
تا 2 کیلومتر می رسد. بعدی که آب جمع شده کور را تشکیل داد، آب از قبضهای دم و تازه شده یعنی فیلتر شده می گذرد و تمام زیبایی‌اش یعنی با رنگ کبود و تازگی به همتا با دریاچه برتنگ یکجا شده با یکجایگی با دریای پنج و دریای آمو ریخته زمین‌های پایان آب را شاداب می‌کند. حالا باشد هم حکومت جمهوری خطر را بسیار جدی قبول نموده است و برای آموزش دایم عالمان کار بوده ایستادند. مسافه از شهر دوشنبه تا کوری سرریز تخمینا 620 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که مسافه زیادش را راه‌های کوهی دشوارگذر تشکیل می‌دهد. کمانده الپینیستان نیومی جهانی با یکجایگی با متخصصان کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری ساحل‌های کوری سرریز را با مسافه 150 کیلومتر آموخته همه جایهای خطرناک آن را صورتگیری و نوار گرفته برای آموزش تیار نمودند. این چنین آنها یکمین شده برای آموزش قعر کول کوشش‌ها به خرج داده این غواصان توانستند که تا 20 متر به قعر آب درآیند و با یاری تکنولوژی نوترین تا مسافه 150 متر را تحقیقات کنند. کولی مذکور در بلندی 3330 متر از سطح بر جایگیر بوده آبش بسیار خنک و از سبب دشوارگذر بودنش سببگاه دشوار بودن گذراندن آموزش‌ها در کول می‌گردد. با همه این نگاه نکرده اعضایان این گروه توانستند که حالت برآمدن آب را از کولی مذکور معین نموده با واسطه قایق‌ها با مسافه زیاده از 20 کیلومتر با روش آب که در حالت کنده‌شوی حرکت می‌کند به پایان روان شوند. چنانکه که در نوار می‌بینیم آبی که از کول از پایان دم به ایسونی می‌براید چگونه کبود و صاف می‌باشد و بعد یک چند کیلومتر حرکت با دریاچه برتن که لایاب است و رنگ خاکستری دارد یکجا شده رنگش را گم می‌کند. چنانکه که شخصانی که این آب را استعمال کردند میگویند در حقیقت در برابر خنک بودنش این آب بسیار بامزه هم میباشد که از خوردن این آب شخص حلاوت میبرد. در سالهای زیادی آموزش چه عالمان و داخلی و خارج همه به خلاصه آمدند که دو نمود خطر دائم کور را تهدید میکند. یکم این در حالت زمین لرزه سخت میتواند آب کول با واسطه آن سوراخی‌هایی که حالا میبراید زیاد شده شستشوی قبط دم را زیاد نماید و به مقدار زیاد از کول آب بیرون شود. استرکتور قبط‌های دم حاصل شده را تا حال عالمان دقیق معین نکردند. خطر دوم این باشد در حالت زمین لرزه سخت میتواند قسم‌های کوههای ساحل کنده شوند و با آب کول افتیده زیادشوی آب را یعنی سونامی به وجود بیارند و از ساحل‌ها برآمده دم را کنده بیرون شوند. در حالت کنده شوی این کوری در چشم آرام و زیبای کوهی با آدمیت چه خف را پیش آورده میتواند. مقدار آب کول تخمینا 19 میلیون تن معین شده است که در حالت کنده شوی در 5 دقیقه اول موج آبی بلندیش 50 متر با حرکت 300 کیلومتر در ساعت با دره برتنگ حرکت نموده در راه خود همه منطقه های اهالی نشین را ویران نموده بعد 10 ساعت موج 30 متر در جایهای هوای تاجیکستان با خود سنگ و میلیون ها تن لایقه و قم را پهن میکند و در وقتی به ناحیه شهریتوز حاضیره ناصری خسرو رسیدن آب دو تقسیم می شود. یکم شاخابش با کنار کراکوم تا شهر مری ترکمنستان می رسد. شاخاب دوم باشد با امودریا پیوست شده به زمین های ازبکستان ضرر می رساند. زیاده از 5 میلیون نفر آدمان از این آفت ضرری جانی می بینند. همه عاقبت های این آفت را به نظر گرفته کمیته فوق‌العاده تاجیکستان در راه حرکت این آب نقطه های نظارتی خود را دارد که در آنها متخصصان از تکنیک‌های علاقوی زمانوی مجهز شدند. در وقت‌های معین شده به کمیته مذکور معلومات‌های ضروری را پیشنهاد می‌کنند و حالت این کوری سرریز دائما شب و روز در نظارت کمیته حالت‌های فوق‌العاده گرفته شده است. ما باشیم دائم خواهانیم که این کوری در حقیقت زیبا دائم نگین تاجیکستان باشد و مردم از تماشا و آبی پرلذت آن لذت برند و می‌تواند با زیبایی خود از یکی از جایهای بهترین برای تماشای سیاحان داخلی و خارجی گردد. سالهاست با تکلیف حکومت تاجیکستان دهها مملکت می‌خواهند که آب این کوری ناتکرار را به مملکت‌های خود برده همچون آب نوشاکی استفاده برند ولی از نظر من آنها خراجات‌های آن را کلان به نظر گرفته جرأت نمی‌کنند که از این لایحه بزرگ و لازمه مورد استفاده قرار دهند. در آخر به کانال اگرو تک تی جی آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید.